بسم الله الرحمن الرحیم. سوره‌ای که توصیه شده روزهای دوشنبه و چهارشنبه خونده بشه. روزهای دوشنبه و چهارشنبه 40 بار این سوره رو بخونید لطفاً. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم.